اولین آموزش یلداییمون به جرئت یکی از آسان‌ترین و خوشمزه‌ترین دسر اناره که فقط با یه بسته ژله میتونین درستش کنین. برای شروع یه بسته ژله انار رو با یک لیوان آب جوش خوب مخلوط کنید تا شفاف بشه. بعد یک لیوان آب سرد بهش اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. قالب فلزی شارلوت رو با مقدار کمی روغن چربش کنین، مقدار انار دون شده رو کف قالب بریزین، نصف ژله رو داخل قالب بریزین و بعد چند دقیقه داخل یخچال بذارین تا ژله نیم بند بشه. برای مواد بیسکویتیمون نیاز داریم 3 قاشق پودر ژلاتین رو با نصف لیوان آب سرد مخلوط میکنیم. پفکی که شد میذاریم روی بخار کتری تا بنماری بشه. یه بسته بیسکویت پتیبور رو داخل خردکن میریزیم، کمی گردو، 5 قاشق شکر، یک بسته 200 گرمی خامه صبحانه، 1.5 لیوان شیر، مابقی ژله‌ای که بنماری کردیم و پودر ژلاتین آب شده. اینا رو اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم تا ترکیب بشن. حالا به دلخواه میتونین چند تا بیسکویت پتیبور هم تکه تکه کنین و اضافه کنین. مقداری انار دون شده هم اضافه میکنین. قالب رو با مواد میکس شده پر کنین، چند ساعتی داخل یخچال بذارین تا ببنده. بعد از بستن دور قالب رو با دست با آرومی جدا کنین و بعد به راحتی از قالب جدا میشه. این جذاب ترین دسر اناریه که میتونین برای شب یلدا درست کنین و لذتش رو ببرین. نوش جونتون.